پدر جان حال بهتر هستین؟ بله دخترم خوب هستم، تو تشویش نکن. بر دوایت میخوایم. افسانه پدر جان کمه بالا بخوابین تا تلویزیونم دیده بتانین. پدر با این وضعیتی که دارین حالا میتونین مرا بهتر درک کنین. لطفا مریضی مرا جدی نگیرین. من خوب هستم بچم، خوب هستم. من از این وضعیت خود راضی هستم. ها اول برش غذای شبته بعد از او دوایشه. بسیار تشکر. تمام چیزایی را که برام گفته بودین آماده کردیم مطابق تقسیم اوقاتی که برام گفته بودین. نوش جانتان. تشکر افسانه جان، زنده باشی. واقعا که مثل نام خود است. حال ذهن شما را میخوانه پدر. امیر کجاست؟ نمیفهمم. مهمم نیست که کجا هست. بریم. دختر دیوانه. برم کار کردی که ببخشم. خب زود چایتان خلاص کنین که تازه دم کنم. آیه ضرور نیست، ما بیازو سیر کردیم. میخوایم کمه بگردم. نوش جانتان. باش ما برات خانه را نشان بدم. بیازو مام سیر کردم. حالا فقط که خانه رو زیاد بلدستی بیادر که به من نشون میدی. فقط کدام فرمول ریاضی باشه که نفهمم. درخت در جایش ده جایش بچه است ضرور دیگه. نیست که حالا بخیزین برین. حالا بشینین. پس آن کمال کل جای برتان نشان میده. آی مادر جان بان که خودشان ببینن. حالا شما برین. اینجاست مادر. ببینین هم اینجاست. نمیخواین خانه نهانه بپرسین؟ مرا به خانه او چی غرض بچیم؟ خانهش از خودش باشه. ما فقط به خانه بچیم آمدیم. ما میخوایم ببینم بچیم. اما از اونا را نه، بلکه میخوایم از تو را ببینم. تو در کنارشان میتونی که نفس راحت بکشی. قلب درد نمیکنه. در اصل ما میخوایم ایره بفهمیم. زندگی بدون درد و رنج که امکان داره پدر. در اصلت یک زندگی می باشه چطور؟ من خواهم تو زندگی می خواهم. بچه ما میفهمیم که چه قسم زندگی میخوایی. اما 6 покупателей из 10 выбирают магазин, который доставит заказ в тот же день. Например, قسم هر روز در مقابلشان. باید همراهشان همه تو برخورد کنم مادر جان. اگر نه باز مرا بی غیرت خواد گفتن. خب من براتون چای تازه میارم. هایی بیادر جان، اینجا بسیار مقبول است. با خدا با سنگ و خاک اینجا عاشق شدی. به نظرم سنگ و خاک کلش یکی است. ده اصل شما میفهمین بیادر. ده اینجا باید یک حوض کوچک می بود، باز بسیار شیک میشد. تو هم مثل همش ده کنارش بودی. ده فصل تابستان یگان آبازی هم نمیکردی. تو به خدایا. خانه کوزجی و خلوشان اینجاست بیادر. تو را چی؟ اینه که به خاطر صبحانه خوردن میری. بیا. آی خدایا، زندگی رو بیبی گوز جوغلا ده بالا هستن و بیادرم ده پایین. ما بیچاره رو بیبی که ده خانه گلی.
تو یک بیادر دگام داری دختر. ما آرزوهای تو را حتما برآورده میسازم. حالا بیادر از این طرف بریم. نه نمیرم. بیا از این طرف بریم. های بیادر جان میگم از این طرف بریم. کاکا مصطفی ما بیرون میرم، میشه برام یک موتر روان کنی؟ درست است بچه. بیبی نشه که همراه او لوده رو برو شوم و یخند شوم. بیادر جان وقتی که تو همراهم باشی او چطور نزدیک آمده میتونه؟ البته جانم چطور جرأت کدم میتونه. زنده قرتش خود کدم. ای آقا امیر نیست؟ درست شد. بیا که پس بریم. یک دقیقه خانه پای خسته کن میزنن. اونجا چی کنیم؟ حالا بیا که دگم قدم بزنیم. بیادر خواهر سویدره اینجا چی میکنن؟ صبح بخیر آقا امیر. ما به خانه کمال بیادرمشان آمدیم، خواستیم کم قدم بزنیم. صبح بخیر آقا امیر. خدا کنه آقا اون در خوب تر شده باشه. مثل اسب. زنده باشی. زینب صبح بخیر، چطور هستی؟ خوب است. صبح بخیر قهرمان. ما میخواستم با تو زنگ بزنم طارق. خیرت باشه آقا امیر. اگه امروز وقت داشته باشی با هم 6 تا گپ بزنیم. گرچه حالا نمیخوایم قدم زنی شما را خراب کنم، اما چطور کنیم؟ ما بیازو میرفتیم. زیاد طول نمیکشه. اگه شما میگن من میال آماده. خیر. تو هم پیش خانواده‌ات برو، من میرم. ما بعداً برات زنگ زدم میگم که کجا و چی وقت بیایی. درست است. خب بعداً خود دیدیم قهرمان. درست است بیادر. درست. بیا که پس بریم. آقا امیر میخواید در مورد سلمانی گپ بزنه؟ برابر قد و قامتت گپ بزن دختر. ایره سلمان خاص میگن. سلمان خاص. دیگه دفعه به تنهایی پیش رویم بیا. اگه نه نمیبخشمت. این شبکه چقدر بیکار است. هر دقیقه بریم یک پیام نو روان میکنه. پیام نو قصد دیگه. با خاطر ما از کارایت پس نمان دخترم. ما خوب هستم. نه خیر، چند دقیقه دیگه می باشم. شاید بخواین در مورد دیروز همراهیم گپ بزنین. شاید هم بخواین که همراهیم تنها باشین. مثلا در مورد چی؟ پدر شما باید دارین که در شفاخانه چی گفته بودین؟ گفتین که حادثه نبود. گفتین قصدن مرا با موتر زدن. فکر کنم در دلتان کدام گپی است؟ تو حال پشتی گپا نگرد. می ترسم پدر. اگه حادثه نبوده پس چی بوده؟ ما می ترسم دخترم، اما از حادثه نه، از امیر. ایره چرا حاله برام گفتین؟ فکر میکنم همیشه تعقیب ماست. همیشه در هر قدم ما را تعقیب میکنه. به نظرتان ای کار امیر کده باشه؟ یعنی ای حادثه را؟ نمیفهمم. کدام ثبوت به دست نداریم، از این خاطر اثبات کردن نمیتونیم. اما چی پدر؟ در مورد چیز شما شک دارین؟ موتر، اون نفر،
قصداً مرا به موتر زد. امیر قصد جان شما را کده میتونه؟ یعنی اینقدر از حد گذشته میتونه؟ پدر، شاید امیر نباشه، شاید همون کسی باشه که تهدید میکنه. چطور؟ مشکل او با امیر است. اما مشکل امیر چی است؟ خانم نهان میمانتان آمده. کی؟ معذرت میخوایم که منتظر موندی، چون روزای سخت را سپری میکنیم. خبر دارم. بیازو به خاطر می آمده بودم. بازم شفا باشه. زنده باشی. از کمال شنیدم. بسیار زیاد جگر خون شدم. آقا اون چطور است؟ اگه وقت مناسب باشه میخوایم یک بار اونا را ببینم. حال دوای خود خوردن، استراحت هستن. اینا را خانم آسو آوردن. به زحمت شدی. خانم آسو چی میل دارین؟ فعلا چیزی نمیخوایم، چون به یک جای دگام دعوت است. درست است. مادر کمالم به خانش به خاطر صبحانه آمده. حالا مونا منتظر ما هستن. راست میگی؟ چقدر خوب. میگن عیادت مریض کوتاه میباشه. آقا اون درام استراحت بودن، از این خاطر خوب میشه که برم. بله بله راست میگی، نباید کمالشانه منتظر بونی. چی گپ است؟ تو را چی شده؟ پدرم از مرگ نجات یافته آسو. دیگه مرا چی شده میتونه؟ به نظرم خوشت نامد. منظورم قهر ساختن تو نبود. شبه که همراه کمال یک جا بودم، برات قسم میکنم گفتم اما نکدم. از این خاطر سرم قهر استی؟ تو کدام گپ نیست جانم، یعنی زندگی تو از به ما چی غیر است؟ تو هم راست میگی. ما میگم دوستای خوب باشیم، اما به خاطر یک قهوه خوردن برات وقت پیدا نمیکنم. در اصل ما بسیار زیاد میخوایم، اما حال کمالشان منتظر هستن. راستش بعد از او شب من نمیخوایم که یک ثانیه هم ازش دور باشم. درست است. یعنی در این مورد بدن گپ خود زدیم آسو. تو اونا را منتظر نمون، برو دیگه. نهان، اگه نمیفهمیدم که متأهل هستی، باز حتما فکر میکردم که بخیلی میکنی. حتی به خاطر شنیدنشم تحمل نداری. خانم آسو خوش آمدین. آقا امیر چطور هستین؟ خانم آسو به خاطر عیادت آمده بودن. بازم شفا باشه. خدا نگهدار. خانم مرا آزرده می سازه. خانم آسو اجازه بتین تا شما را برسانم. منتظر تاکسی نباشین. نه خیر، زنده باشین. بیازو خانه کمالشان میرفت. لعنتی، مجبور شما را یک روز به خاطر نان خوردن دعوت کنم. رساندن خو یک بهانه بود. میخواستم امروز شما کمی گپ بزنم. امروز که نشد کدام روز دیگه. یعنی درد دل گفتم میتونیم. شما کی درد دارین آقا امیر؟ مام انسان هستم خانم آسو. مام خفه میشم، عصبانی میشم، بخیلی میایه. درست مثل شما، مثل همگی. پس تو کدام موضوعست که میخواین امرام شریک بسازین؟ شما متوجه نیستین که ما با هم یک نقطه مشترک بزرگ داریم؟ نقطه مشترک؟ میشه که نقاط بگوین. مشکلاتی که مربوط هر دوی ما میشه. ما میگم شما بشنوین، شما میگین من بشنوم. خانم آسو
به خاطر گفتن نمیتونم برتان وعده بدم، اما یک شنونده خوب هستم. پس میتونم میره یک وعده حساب کنم. نهان جان فعلا وقتش نیست، متوجه پدرت باش، درست است؟ در فکر او باش. البته که در فکر پدرم هستم یاسمین، دقیقه آسون استم، بیاز و بعدم میایم. به خاطر چی نهان؟ او فقط به خاطر خوردن قهوه خانه کمال میره و بس. دل قسم نگو نهان. نه خیر، به خاطر او موضوع نیست. میفهمی مرا حتی به خاطر قهوه نوشیدنم نخواستن. اونا مرا به عنوان یک دختر پولدار میشناسن. بیشتر از او مرا درک کردن نمیتونن. مادرش هیچ وقت طرفم خنده نمیکنه، هیچ وقت همراهیم نمیشینه و درد دل نمیکنه. ما با کمال مثل دخترای عادی دیگه شده نتونستم و نخوادم شدم. اما آسو یک موقع پیدا کرد، اما من نتونستم یاسمین. ببین نهان جان، امیالا طرف دیوار نقاشی ما میرم، فهمیدی؟ تو در کنار پدرت باش نهان جان، درست است؟ هیچ تشویش نداشته باش، من هستم. نهان جان به تو میگم، میفهمی یا نی؟ متوجه خود باش، درست است؟ تشکر میکنم افسانه. حادثه که با اون در شده بود تو را مقصر میدانم، تو نیست؟ در این شهر هر کس که ضرر ببینه خانه مرا میگیره. شاید هم اقبا جانب باشن که خانه تو رو میگیرن. یک حادثه عادی بود. اگه فکرت به جایش آمده باز به کارایت برس. نمیرم. ما یک کار هر وقتی که خواستم امو وقت انجام میتم. هر وقتی که من میگم امو وقت انجام میدی. وقتی که طفل بودم این قسم بود. او وقت حق انتخاب نداشتم. امیر، تا وقتی که من زنده هستم بجز از من کدام انتخاب دیگه نداری. در زندگی. اما دیگه پیر شدی پدر. دیگه برام درس دادن نمیتونی. حالا درسم من میتونم. به خاطر امیروزا مرا تربیه نکردی؟ بله، به خاطر که قوی شوی، به خاطر که کسی شکست دادن نتونید، به خاطر گستاخی کردن نه. اما گستاخم شدم. اگه خانم نهان پرسید بگو رفت. درست است آقا. کلی داره پیدا کده تانستی؟ امی که آقا امیر برامد باز میپالم آقا. مزیات منتظر ماندن نمیتونم، از این خاطر عجله کن. آقا غالب، اگه آقا امیر خبر شد مرا خواهد کشت. تشویش نکنم میکشید.
یک دختر مقبول و با ادب است ماشاءالله. باید دستای آقا حقی را ببوسیم. خواهرزادش بسیار خوب تربیت کرده. به خاطر خواستگاریش بریم مادر. باز هر روز بوسه خاط کردین. البته که میبوسم. یک دفعه به خیر و روز برسه انشالله. مادر نگو. مادرت راست میگه. تو گلوار دختر از کجا پیدا میکنی؟ پدرم راست میگه، تو دختر پیدا نمیکنی. خانه ما رسید؟ چقدر زود؟ بچه را شرماندی. آفرین به تو. کمانده بود ازش گپ بگیرم. زنده باشی بچه. بسیار یک صحبه زیبا بود. بسیار خواهش میکنم پدر جان همیشه بیاین. بچه همیشه مصروف کارایت نباش. به دیدن مام بیا. کار دارم گفته بانه نکنی. خب درست است در مادر پناه جان. خدا باشی بچه. ساله زنگ زده. خبر خوش به ساله جان. بیادر، برات یک خبر خوب و یک خبر بد دارم. خیریت باشه. آدرس تونج کارانلی رو پیدا کردم. فکر میکنم این خبر خوب بود. حالا خبر بد بگو. در اینجا کسی زندگی نمیکنه. نهان تو چرا ناراحت هستی دخترم؟ نه خیر نیستم پدر جان. شما اولادای نازانه یک گپ نمیفهمین. چی را نمیفهمیم؟ اعضای خانواده تا هیچ وقت فریب دادن نمیتونی. در تمام عمرم طرفی چشما سیل میکنم. ای که چی وقت گریه میکنه و چی وقت خوش میباشه خوب میفهمم. با خاطر کمال. فعلا از او کدام موضوعات مهم دیگه داریم پدر. امیر باید مطمئن شویم. باید بفهمیم که کار امیر بوده یا نه. چی کنم از خودش بپرسم؟ بله. نه خیر لطفاً. چیزایی را که پدر و مادرها نمیفهمن اولاد او را خوب تر فهمیده میتونن. بله خانم جان. حادثه‌ای که با پدرم شده تو با او کدام ربط داری یا نه؟ چطور ربط داشته میتونم؟ نمیفهمم. ای را باید خودت برم بگویی. هیچ ربطی نداره. یک حادثه بود دیگه. راستی حادثه‌ای بوده که کسی ندیده. اما پدرم خو میگه قصدن مرزد. ای گپ از من میپرسی؟ حقیقت داره؟ ما از کجا بفهمم؟ فقط کو نفرم میشناسم. نفر خو نمیشناسی اما دوستت خوب میشناسی. سلمان طارق. خب چی شده؟ یگانه شاهد او حادثه سلمان خاص تو چی یک تصادف بیادر جالب. آقا کمالم است. اگه کدام ربطی میداشت باز باور که خودم رفته اظهارات میدادم. اگه ثابت شود که دی کار دست تو بوده امیر، اگه بفهمم که کار تو بوده، اگه براستی هم قصد جان پدرم کده باشی، باز به یک روزم دی خانه نمی باشم و فقط دست کولم گرفته و از این خانه مبرایم. به خدا کی کار میکنم. طوفان طارق به جای همیشگی بخوای همیاله. موتر خواهمی از ساله. خوش آمده. موتر رو سعی میکنید؟ نه خیری موتر رو نمیدیدیم. فقط میخوایم بفهمیم بر بار آخر موتر کی به کرایه گرفته بود. نه که کدام حادثه صورت گرفته؟ یعنی موتر بر ما بدون کدام مشکل تسلیم دادن؟ نه خیر بیادر، حادثه صورت نگرفته. ما فقط میخوایم نام نفر رو بفهمیم. نامش و نام خانوادگیشه. موتر بر ما سواکی تسلیم دادن.
کسی که به کرایه گرفته بود ایاز متین نر بود. نام دوم، موقع دوم بیادر. ببینیم از این چیزا نجات پیدا میکنه. اگه تک تک کنم بازم نمیبری؟ اوف. نام ابراهیم نیک دلت لط خوردن شده. لودا به خاطر مرگت اینجا آمدی ها؟ لودا به خاطر مرگت اینجا آمدی؟ صبر میگم بی عقل بی وجدان. صبر، من گپ میزنم، صبر کن. درباره چی گپ بزنیم ها؟ بشی بگو، حالا بگو. من اینجا به خاطر دیدن زینب میایم، همیشه میایم، باید تیر قبول کنی. احمق، تو گپ زدنم یاد داری؟ برو گم شو از اینجا. چون زینب مرا دوست داره. تو چی میگی بی عقل؟ تو چطور میفهمی که تو را دوست داره؟ چون خودش برام گفته بود احمق. خودش برات گفت؟ او هم به تو گفت ها؟ بله دوست داره، اما قسمی که تو فکر میکنی نداره. یعنی مثل بیادرش تو را دوست داره بس. و تو را چه قسم دوست داره؟ روزکی را بفهمم باز مرا در کوچه نخواد دیدی. میفهمی امرای طوفان چرا کار میکنم طارق؟ وام قدر سال حتما کارش خوب انجام میده، هموتا نیست؟ به خاطر که صادق است. اما نمیفهم او به خاطر چی امرای ما کار میکنه. ما با جز شما رئیس بهتر پیدا کردن نمیتونم. جواب اشتباه، اما مهم نیست، چون ما به هوشیاری ضرورت ندارم طارق، اما صداقت. ما از کسایی که میخوایم امرایش کار کنم فقط یک سوال میپرسم، سرت حساب کده میتونم؟ به طور عموم جواب بله است، اما جواب اصلیش بعد از 3 روز میبینم. بله البته. پس سر تو حساب کده میتونم طارق؟ در کدام مورد آقا امیر؟ در هر مورد. جواب نده، هرچی باشد در ظرف 3 روز خودم میفهمم. سرت یک دفعه حساب کردم و اشتباه نکردم. از این به بعدم میخوایم سرت حساب کنم طارق. گپ ما گوش کن. این کارای خورد ریزا و سلمانی را کنار بان. ما برات یک زندگی بزرگ پیشنهاد میکنم. مثلا در زندگی چی میخوایی؟ پول، قدرت، احترام. طارق، تا امروز هر روزایی که داشتی اگر همراه ما کار کنی باز کل دروازه را بروی دانه دانه باز خواد کردم. تنها یک کار میکنی، برم بله میگی، همراه شماست ما قامیر.
او خود درست است آقا امیر، اما همراهتان چه قسم همکاری کردم میتونم؟ در هر جای و در هر زمان همراهی ما باش، اما قبل از او قسمی که آقا امیر گفتن همراه یک کس معرفی میشی. بانو آکمرچ در بخش روابط ملل همراه ما کار میکنن. بانو آکمرچ نشانی در اینجا نوشته است. دمی روزم خودش عملیات شده. رفتم میپرسی که به کدام چیزی نیاز داره یا نه. چطور یعنی؟ مثل خریداری؟ بله، هر چیزی که ضرورت داشت انجام بده. درست است. آقا امیر با کسایی که کار میکنه دوستشان داره. درست است. امرتان به جا میشه. پس موفق باشی. ای که نهان امرش باشه نباشه بازم خبرش بگی. قبل از دوا خوردن حتما برش غذاش بدی. درست است؟ سوپش فراموش نکنی. شما تشویش نکنین خانم. همون جستی؟ درست است. من پیش تو میایم. بگو بیادر. این دفعه مثل همیشه کار ما ساده نیست بیادر. به نام آیاز متینر کسی در ثبت نیست. یعنی که کارت هویت جعلی بوده؟ کاملا همون یک چیز است. یکی با کارت هویت جعلی موتر کرایه بگیره باز هر کار دیگه هم بخواه میتونه. مثلا چی؟ مثلا خانه. تو یک دفعه پیش راهنمای معاونات برو. در اونجا کتابچه های ثبت ببین. خدا کنه کدام چیز به دست بیایه. درست است بیادر. همیاله میرم. به خاطر آمدنت تشکر میکنم. اگه من نمیامدم تو میامدی. از این خاطر مجبور شدم بیایم. چی کنم دیگه؟ چاره ندارم. لیلا، من زیاد وقت تا نمیگیرم. میخوایم از یک بار دیگه خواهش کنم. از این خاطر آمدم. خواهش؟ یادم نمیای کدام وقت دیگه خواهش کرده باشی. لطفاً. درست است. حالا زود بگو. این همیشه در دستگاهلا میماندم. به یاد داری؟ از تو هم یک دانه داری؟ یادم نامد. با هم وعده کرده بودیم که همیشه پیش ما میباشه. فراموش کردی؟ هر چیزی که میشه شوه. ما وقت چقدر جاهل بودیم. بله همونطور بود. چون وقت نمیفهمیدیم که هر دوی ما عاشق یک مرد میشیم. اوف، از این بیشتر نمیخوایم گپایت بشنم. تو بشین. عکسایتم. لیلا، ما هیچ وقتی عکس‌ها را از خود دور نکردیم و با این کار ما هیچ اشتباهی نکردیم. حتی یک روزم فکر نکردیم از دختر ما کدام برتری داشته باشم. اما تو هنوزم بسیار جاهل هستی. میفهمم به نهان چی میگی، اما چیزی که میترسم این است که بعد از او چی خود شد. میفهمم در مورد ما برش بسیار گپای بد میگی. لیلا، ما فقط دوست داشتم و نمیخوایم که نهان مرا غلط درک کنه. لطفاً. چرا؟ خودت برش بگو. برش گفته نمیتونی نی؟ چطور میگی؟ چی برش میگی ولدان؟ داستان خود معلوم دارست. تو امیره میفهمی ولدان. تو دیگه مثل ای دختره که در عکس از بیگناه نیستی. های خدای من، تو ناقی یک سر پیش خود تا حالا نگاه کردی تا ای که بفهمی که خواهرت فراموش کردی یا نی؟ اما من ای گپا به نهان میگم ولدان. ای که چطور میگم چی وقت برش میگم مام نمیفهمم، اما یک روز حتما برش میگم یادت باشه. لیلا لطفا این کار نکن. من خود کدام عکس ندارم که ثبوت باشه، اما من این چهره ترسیده تو را هیچ وقت فراموش نمیکنم. فهمیدی؟
کی است؟ طارق. ای طارق دیگه کی است؟ خانم آکمرچ؟ خودم هستم. نترسین، مرا آقا امیر روان کردن. طارق هستم. بر جای خود نفرای خود روان میکنه ها؟ یعنی چیز شما به خاطر شما روان کردن. گفتن شاید به کدام چیز ضرورت داشته باشین. به نظرم شما کدام مشکل دارین. شما خوب هستین خانم؟ نیستم، هیچ خوب نیستم. درست است. گریه نکنین. درست است. خیر باشه، از آمدنتان برام خبر ندادین. در خانم چیزی نیست. اگه خبر میدادم با چطور تو را متعجب میساختم دخترم. کدام مشکل خونه است نی؟ برام حقیقت بگوین. نیست دخترم، نیست. به خاطر معایناتم پیش دکترم رفتم. خوب کردین که آمدین. پشتتان بسیار دق شده بودم کاکا. خب شنیدیم که در استانبول خوب ساعت تیر است. یک قدر که پشت کاکایتم دق نشدی. بله ساعتم هم تیر است، اما اینجا کمه دشوار است. انسان در اینجا دفتن تنها میمانه. دشوارترین بخشش همی است. نه که کمال تو را تنها میمانه. نه خیر، زنده باشه کمال همیشه همراهیم است. امروز صبحم در خانه نوش یک جا بودیم. خانوادهشان آمده بودن. کاکا باید همراهشان معرفی شوی. بسیار ناز و شیرین هستن. مرام بسیار دوست دارن. گویا عضو خانوادهشان باشم. شاید اما تو باشه. شاید تو را عضو خانوادهشان فکر کنن. قسم دخترشان امکان نداره؟ شاید. اگر تو باشه بسیار خوش میشم. آب از یادم رفت که بیارم. یک چیز برام راست بگو دخترم. میخوای یک عضو خانواده کمالشان باشی؟ ضروریات بانو را تکمیل کردم. فعلا در مارکت هستم. دختر مقبولم، کمال دوست داری نه؟ همیشه میخواستم میره برتان بگویم، اما هیچ وقت از کمال مطمئن شده نتونستم. از همین خاطر گفته نتونستم. تو مطمئن هستی؟
نه خیر. از شما میشرمه. به او خاطر طرفم سیل نمیکنه. گپ قلب خدا برم نمیگه. اما اگه بفهمه که شما همراهش هستین، یعنی همکاری میکنین. تو را چطور تنها بانم؟ من همیش میگفتم که کل کارای من به دوش کمال میسپارم، حتی چشم بسته. اما اگه یگانه برادرزاده من به کسی دیگه بتم دلم نارام میشه. بجز از کمال سر کسی اعتماد کردن نمیتونم دخترم. آقای حقی بسیار کار خوب کردین که آمدین. به خدا پشتتان دق شده بودم. دزم آسو هم خوش شده باشه. چطور خوش نشم؟ من پشتتان دق شده بودم. بس درست است دیگه. منتظر خانما نباشیم؟ خانما دیگه چی وقت میاین؟ اگه منتظرشان بانی با زندگیت از دست میتی. خب در استانبول زندگی چطور پیش میره؟ با خدا بسیار خوب است. قسمه که شما خبر دارین، یعنی کارها رو از دور تعقیب میکنین. امروز کار نمیخوایم. زندگی شخصی چطور پیش میره؟ در زنگلداغ خود کاملا بسته کرده بودی. او را خود میفهمم. در اینجا حالا در اینجا هستی. از خود کاربار داری. جوان هستی. در استانبول کلان شدی. در زندگیت کدام دختر مقبول نیست که همراهش عروسی کنی؟ بیازه ما میفهمیدم. من همیشه میگفتم در قلب ای بچه حتما کسی است. آقا حقی. اما پت میکنی. نباید پت کنی کمال بچیم. باید قلبت باز کنی. شاید دخترم تو را بخواه اما گفته نمیتونه. نه خیر، قلب ما باز نمیتونم. یعنی باید همی قسم بانه. اما چرا بچیم؟ نمیفهم چرا که عشق ما یک عشق سیاست. نهان؟ وقت داری دخترم؟ در مورد پدرم است؟ نه خیلی نیست. میخوایم در مورد یک موضوع گپ بزنیم. درست است. چی شده؟ نهان، ما فکر میکردم که گپایی که در شفاخانه برم گفتی راست است. یعنی ما هیچ وقت مثل یک مادر و دختر نشیشتیم. یک رابطه دوستانه خوبی نداشتیم. البته در این کار من ملامت هستم. برات اجازه ندادم تا مرا خوبتر بشناسی. همیشه خدا پد کردم اما من همه قسم هستم دیگه. مادر کم کم بترسیدن شروع کردم. چیزی نیست که بترسی بیبی. میخوایم در مورد خودم و در مورد گذشتم برات یکان چیزی بگویم جانم. کدام گپ است که من خبر ندارم؟ یک گپ است نهان. در مورد ما، در مورد خانواده یگان گپ است که تو نمیفهمی. پدر جان شما چی میکنین؟ اون در؟ ولدان صدا کردم اما کسی نبود که بشنوه. بازم با تشویش شدم. من همراه ما مادرم. همه تو با هم شیشته گپ میزدیم. صدایت نشنیدم جانم. اما تو نباید جایت بلند میشدی. من موهای ما خوش کنم میایم. درست است جانم.
ولدان تو چی میکردی؟ واقعا میخواستی کل چیز برش بگویی؟ اگه من نگویم باز لیلا همه چیز میگه. فعلا نمیشه. فکر او بسیار مخشوش است. بسیار گپا در فکرش است. کل چیز خراب خود کردی. در فکر نهان چی است که من بخبر هستم؟ جانم گپای همیشه گیز دیگه. حال فکرش پریشان است. شما پدر و دختر از ما چیزی را پنهان میکنن، اما ایره دیر زود حتما خبر میشم. اگه شما هر دو را میماندین بدون وقفه ساعتا دمادن میبودن. همیشه براشان میگفتم که شما به خاطر امی پیدا شده. من میفهمم که کمال همیشه موفق میباشه، هرچند حسرت دیدنش در دل مانده، اما همیشه بالایش افتخار میکنم. ما حسرت بدل ماندیم خانم لیلا. شما را درک میکنم، اما دلم جمع است. هرچی نباشه آسو و کمال از هم دیگه مواظبت کردن میتونن. کمال زنده باشه من هیچ وقت تنها نمیمونه. اگه کمال نمی بود نمیفهمم اینجا چه قسم زندگی دخترم اگه کمال در استانبول نمی بود بازم دلت میخواست اینجا باشی؟ راست بگو. با اجازه تان. من همراهیش میکنم. کمال تو میفهمی که اینا هر دو درباره چی گپ میزنن ها؟ درباره چی گپ میزنن؟ همراه من شوخی نکو کمال. من خب فکر میکنم همراهت به خاطر خواستگاری ای دختر آمدیم. تبریک باشم، ما و حقیان به عنوان شاهد هستیم. متوجه هستی؟ بله از خدا لیلا تو نگو. تو شوخی میکنی؟ من شوخی نمیکنم، باور کن راست میگم. آسو تو را دوست داره و آقا حقیان میگه به آزادانه برات گفت به خاطر دیدن شما هر دو آمده. ببین باز یک روز خود گفتی که لیلا راست میگفتی. لیلا نمیخوای در مورد ولدان برم بگویی؟ وقتی جوابی نداشته باشی باز خوب گپ تیر میکنی جانم. آهای درست است. زود قهر نشو دیگه. او برام چیز نگفت، فقط اما گفت نگوی به نهان چیز نگوی جانم لطفاً. همین قسم برش میگی؟ برش میگم کمال. در اصل اشتباه کردیم که تا امروز منتظر هستم. نمیفهمم، حال خودم تو فکر میکنم. پیداش کردم کمال. راهنمای ما سعید گفته بوده که یک بار ثبت‌ها رو ببینه، یادت است؟ پیش همون راهنمایی که کارش انجام داد. خب همه چیز رو برا کردن. آفرین شیر من. به نام آیاز متینر 3 ماه پیش یک قرارداد امضا کرده بوده. خب نشانیش کجا بوده؟ پیداش کردم میتونیم؟ در ظرف 3 یا 4 ساعت میرسه. کم دیگه منتظر میباشیم. درست است بیادر، زنده باشی. خواهش میکنم بیادر. از مکی فرار کرده میتونه. کی فرار کرده میتونه؟ فرار نمیتونه. در کدام چرت غرق شدی؟ ایره خوب ببین، چون مام این قسم تصویره رو خوش دارم. یگان وقت شنیدن داستانای کوتارم بسیار خوش دارم، اما فقط شنیدنش چون دلچسب است. بله بسیار خوب فکر کردی. به نظر مام نهانه به دیدن فیلم ببر.
فکر میکردم آماده ساختن سوپ بسیار سخت باشه، اما آسان بوده. بله از خدایی چی سختی داره خانم نهان. به خاطر که شما هیچ وقت آشپزخانه نمین از می خاطر برتان سخت معلوم میشه. مجبور هستم یک کورس آموزش آشپزی بگیرم. نه خیر روش کنین، هدف من این نبود. بیازو ضرور نیست شما یاد بگیرین خانم نهان. درست است، کسی چیز نگفته. افسانه ایره خودت به پدرم ببر، من پسانتر میایم. میبخشین میشه دوباره بگوین؟ متوجه نبودم که چی گفتین. کسی که امرای آقا اوندار حادثه کرده بود دستگیر شد. چطور؟ یک حادثه دیگه هم صورت گرفته اما تو دستگیر شد. خودش اقرار کرده که امرای آقا اوندار هم حادثه کرده بود. نشخو نبود؟ بله نوشیده بود. تکر کرده و فرار کرده. بسیار ترسیده بود. پس میشه مامم راش گپ بزنیم؟ نیاز نیست خانم نه. پروندهش به محکمه روان شد. پیازو به گناهش اعتراف کرده. در وقت دعوا اگه میگن براتون یک وکیل مدافع درست است فهمیدم. بسیار زیاد تشکر. نفر خدا تسلیم کرده. پرونده بسته شده آقا. اگه دهنش باز کنه باز میفهمی که همراهش چی میکنم. سلام. تو را آرام نماندم به خدا. بیا دیگه. از اینجا کمی دور بریم. درست است. دست دراز کردم اما دست من نگرفتی. خوب کردی که آمدی. باید بوتای تا بکشی قندولک. گفتی بوتایم؟ برات یک دانه اصلش هم میگیرم. نه خیر جانم. بسیار زیاد تشکر. مرا قسم بود زیاد خوشم میاد. به نظر من اصلی و بدلیش مهم نیست، مقبولش مهم است. هیچ چیزی به مثل اصلیش مقبول نمی باشه. درست مثل تو. بیا دیگه. کپتان حرکت کن. نهان بسیار مزه‌دار بود. افسانه گفت که تو آماده کردی. نوش جانتان پدر جان. از حوزه زنگ زده بودن. نفره که شما را زده دستگیر شده. چطور دستگیر شده؟ به گناه خودم اعتراف کرده. یعنی میگی امیر کدام کار نکرده؟ شاید سر کس دیگه انجام داده باشه. بیازو همیشه همه قسم گپا را میشنوم پدر که کار کس دیگه انجام میته و گناهش کس دیگه بگردن میگیره. خندم اگه قسمون باشه با کی ثابت ساخته میتونیم؟ از این کار دیگه منصرف شو دخترم. لطفاً کم به خود بیا. بازم روش از نزدیک گپ خود زدم. خانم نهان ای برای شما آمده. زنده خواهش میکنم. میشه بر 2 ساعت از زندگی لذت ببریم. کارت دعوت است؟ بله. با کجا؟ دلیبال. یک روز نامش خوانده بودم زیاد کنجکاو شدم. پس برو دخترم. نه خیر پدر جان، نمیخوایم شما را تنابانم. اما من میخوایم تنها باشم. نه پدر جان، من بیازا خسته هستم، باور کنین ضرور نیست. تشویش نکن، من خوب هستم. برو دخترم که ساعت تیر شوه. اما بعداً برم قصیشم میکنی. اگه برای 2 ساعت هم است برو از این جهنم دور باش. یعنی میگین برای 2 ساعت از زندگی لذت ببرم؟ بله امیر میگم. چرا لذت نمیبری؟ فیلم
سالن شماره 8 چند دقیقه بعد شروع میشه. دوستا فیلم سالن شماره 8 چند دقیقه بعد شروع میشه. سالن شماره 8 چند دقیقه بعد شروع میشه. دوستا فیلم سالن شماره 8 چند دقیقه بعد شروع میشه. فکر کردم نمیایی. مام نمیخواستم. باید تو یک فرصت نیاز داشتم. فکر میکنم مامم تو ما برات یک گپ مهم دارم. به خاطر لذت بردن از زندگی 2 ساعت وقت داریم. شروع شد. یک روز استادم برام گفت که هر قدر به زندگی عشق بورزی اما قدر زندگی زیبا می باشه. به خاطر عشق می گپ باور می کنم. ما عشق به تمام معنا نگاه می کنم. ما در تمام زندگی تو را دوست خواد داشتم. در دوران عثمانی‌ها زبان جلادا بریده میشد. گوشهایشان کر میشد. میفهمی؟ بله میفهمم. کارمندای ما ممو قسم هستند. گپی که اینجا میشه همینجا میمونه. باز ما همون تو یگان تار شوقی کور میسازم. چطور قراحت بوده میتونی؟ وای بالاخره خانم زینب از ما سوال پرسید. خوب است؟ ای در رابطه طبیعی میگن. درست است، اما تو کنجکاو شدم و پرسیدم دیگه. مرا پشیمان نساز. کنجکاو شو. خوشم آمد. بله متأهل هستم. اما عشق اصلی انسان در کجا و در پیش کی پیدا میشه؟ فقط خداوند میفهمه، به کسی معلوم نیست.
نه د قصه بیادرت و نه د قصه نهان استم. ما پروای هیچ کس ندارم. اما ما د قصه تو هم نیستم. بیبی تا کجا با هم یک جا آمدیم. اگه امیال کپتانی کشتی را بکشیم و به حال خودش بانیم چی میشه؟ هر جایی که موج دریا برد همونجا خود رفتیم. اجازه بده شاید تو رام همراهیم به ساحل یک جا ببرم. نه ترس، من همراهیت هستم چون من بسیار دوستت دارم. هر کاری که میکنم بازم در آخر گریه میکنی. نه خیر نه خیر. این دفعه واقعا به خاطر فیلم گریه کردم. درست است، اشکایت پاک کن. اما یام نتیجه نداد. در داستان ها اما تا میشه. تو از کجا میفهمی؟ نمیفهمم، اما وقتی میبینیم باز همی گپ در ذهنم میگرده. ما هنوز آخر فیلم خدا ندیدیم. شاید یک پایان زیبا داشته باشیم. باز شروع میکنی؟ چی را؟ پرسیدن. میترسی؟ میترسم. نترس. دیگه برام نگو که ازم دور باش، چون من گپایی که قلبم به ذهنم میگه انجام میدم. تو هم همه تو کن. میشه دستماله برم بدی؟ بتی از این هر کس میتونه استفاده کنه، مطمئن هستم. اما به خاطر ما کفایت نمیکنه، بسیار کم است. چرا که خدا پت میکنی؟ بیبی باز شروع کرد. تا وقت گپ قلبت نفهمم چپ نمیشم. تا او وقت منتظر باش. اما اگه گپایی که قلبم برم میگه درست باشه و به خاطر هر دوی ما یک ذرام امید باشه، کمال باز او وقت تو هم مانع شده نمیتونی. اگه تو مرا فراموش نکده باشی، من خاطر هیچ وقت فراموش نکدیم. از 2 ساعت زندگی لذت می بردیم نه؟ بله، برای 2 ساعت بود. بله همونطور است. اما فیلم خلاص شد. به سوالای دیگه و سناریوی دیگه نیاز نیست. بسیار زیاد تشکر. فیلم بسیار مقبول بود.
بیادر پیدایش کردم. زود بگو بیادر. هر جایی که هستی بگو که من اوف سما. بله تو کجاستی؟ اینقدر زود شروع نکن. چی بفهمم؟ بیخی کمیاب شدی دختر. نه زنگ میزنی و نه میپرسی کجا بودی دختر؟ هیچ. در این روزا فکرم کمه مخشوش است. بیادرایم از یک طرف و مسئله سالی از دیگر طرف. از او خاطر جانم. یک دقیقه من برات بعداً زنگ میزنم. حالا دیگه خداحافظ. چی گپ از زینب؟ خیرتی از سال چی باشه؟ من خانه میرفتم. تو خوب هستی؟ پس خوب است. مام دیگه میرم. تو چرا قزالم هستی؟ من ظالم مالم نیستم سالی. تو تمام کارا را سر خود کدی. شاید بگویی که قسمت همی از جانم. اردوی ما جوان هستیم سالی. شاید قسمت ما در کدام جای دیگه باشه. معلوم است چی گفتم میری زینب؟ یا که در قلبت کسی دیگه است؟ از او خاطر قسم میگی؟ آی سالی، میشه که کدام وقت دیگه گپ بزنیم؟ میبینی که سر پا استاد هستم و بسیار خسته هستم. این گپ های قسم گفتن همیشه. یعنی گپ من ردام نمی کنی؟ چی را رد کنم جانم؟ یعنی در قلبت کسی دیگه وجود داره؟ این گپ من حقیقت است نه؟ پس درست است برد میگم. دیگه از این گپ ها نزن. اوزان است نه؟ سالی، من در قصه اوزان نیستم. پس کسی دیگه است. درست است، کسی دیگه است. من باید خانه برم، ناوقت شده. من دیگه میرم. خداحافظ.
استاد شو. سایف ما کی باز کده؟ کی کار کده بگو؟ کسی که از مگه پیش اینجا کار میکرد میپرسم. ما نمیفهمم. چطور هستی؟ نهان، فردا باید با هم ملاقات کنیم جانم. درست است. کدام مشکل پیش آمده؟ نه خیر. یعنی نمیفهمم. اگه میخوایی امیال پیشت بیایم؟ نه خیر جانم، فردا بیا. من کمه با وقت نیاز دارم. در مورد کمال است؟ نه خیر، در مورد خودت است. مربوط هر دوی ما میشه. آی خدا، در مورد زندگی ما زندگی. پس فردا گپ میزنیم. ای خانه را مشناسی و ای آدم آره. نه خیر.
چرا این قسم کردین چرا؟ امیر خانه مادرت میره اونجا گپ خواست.